بعد این خبرنگار صدا و سیما افتاده بود تو خیابون، همچنین جو زده از مردم میپرسید به نظر شما نقش اسلام در فوتبال چیه؟ اخیراً هم یکی از آقایون افاضات کردن که این سیل و طوفانی که در اروپا آمده این به خاطر بیبندوباری زنهاش. مصداق از کرامات شیخ ما این است: شیر را خورد و گفت شیرین است. با دو تا گوشم شنیدم شیخ شهر روز جمعه بر فراز منبری شیره ها را خورد و حکمت در نمود. گفت ای شیر سراپا شکری. بعد از آن فرمود این طوفان و سیل در اروپای به این پهناوری هست از بیبندوباری زنان، بی‌حجابی، لخت و عوری، دلبری. گفتم ای شیخ اجل صد آفرین بر چنین کشف ثقیل الباوری. ماندم انگشت بر لب از کجا کرده ای این کشف خیلی محشری. این چنین کشف هواپولتیک را ثبت باید کرد، ثبت محضری. تازه فهمیدم شقیقه با گوزن ربط دارد در بلاد کافری. تخم کفتر خورده ای ناقلا که این چنین افکار را می پروری. من گمانم وحی بر تو می شود، مرگ من جون قلی پیغمبری. پس اگر نه این همه اسرار را از کجای خیش در می آوری؟ من شنیده بودم این حرف ظریف: هر کجا جنگ است در هر کشوری پای یک زن در میان باشد، ولی نه امور جوی و بالاسری. این اگر می باشد استدلال تو، بهتر از هر کس خودت مستحضری. خشکسالی در بلاد مسلمین از گناه چادر است و روسری. رودها خشک و درختان زرد رو، مرد گاو مشتسن از لاغری. تا ببارد برف و باران از هوا در هوای سرد ماه آذری. امر کن زنها کمی شلتر کنند روسری را اینوری یا آنوری. تا مگر باران ببارد بر زمین محض ابروی زری خال پری. بعد از آن درویش کن چشم خودت، بعد از آن درویش کن چشم خودت، یا نگاهش کن به چشم خواهری. تا که دیدی سیل جاری شد بگو بس کنندان اشوه و اشوهگری. روی خود محکم بگیرندان چنان کاسمان واماند از سیل آوری. گرچه با این حرف ها شیخ کبیر آب روی شیخ ها را میبری، لیک ممنونم برای طنز ما دم به دم مضمون نو میپروری. حال میفهمم چرا اشعار من هر کجا دارد هزاران مشتری. شیخ اگر کفر است آنچه گفته ام، کفر ماها را تو در می آوری. خر تصور کرده ای این قوم را، یا که خود بر نسبت خرها خری؟ گر شود سوراخ سقف آسمان این چنین باید بگیری پنچری. بنده میپنداشتم حالو منم، تو که از هر حالوی حالوتری.